برای شوهر خانه‌اش آباد نگاه داشتن است، برای شوهر لباس و خوراک تیار کردن است. همین کار، همین کار نیست؟ مگر عزیزان من، از وقت من مادر رو در رستوران کاسه طبق شوه، در رستوران پول شوه، در رستوران پول شوه، این بلند برداشتن حقوق زن. او کدامش انصاف است؟ آیا شما رو کور کردن این دشمنای خدا؟ زنک لباس شوهرش شوید، این تحقیر به حقوق زن. اما در خیمچسکر و لباس مردای بیگانه رو شوید، این بلند برداشتن حقوق زن. زنک در خانه پیش شوهرش اوقات بیاره، این پایمال کردن حقوق زن. در رستوران پیش مردهای بلحوث تا سینه‌اش اینجاش لشت با ناز و ایشم اوقات بیاره، این بلند برداشتن حقوق زن. کدامش از انصاف؟ خدا رحمت کنه. فردوسی بزرگم یک بیت دارد در شاهنامه‌اش: زنان را بود بس همین یه هنر، کشینند و زایند و شیران نر. زن هنرش چیز از زن ما رارویی است؟ زن هنرش در رستوران پیش خدمت بودن است؟ زن هنرش در دکان سودا زینت داده به ایش و خریدارا رو به خود جلب کردن است؟ هنرش نیست. زنان را بود بس همین یک هنر، کشینند خانه دا زایند شیران نر. من این تو جوانکای زیبار تربیه کنند. حق به جانب فردوسی است. گپ ترسنزاده خطا هست. خدا مغفرت کن. ترسنزاده را وقتی گفته بود خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن گلزار شد. نه، گلزار نشد، رسوا شد. بیچاره او از ترس کمونیستا این گپ زده بود. از طرز حزب کمونیست و بیورای مرکزی این گپ زده بود. نباشه باید بیزار بود از همون زنش کوچه برآمدن، از همون دخترش خواندن که بشانی شوهری عروس کرد. از خجالت بیچاره به مرده برافت. گپ حق تنیف فردوسی است. خدا رحمت کنش. زنان را بود بس همین یک هنر، کشینند و زایند شیران نر. من نمیگم خواهرای ما کار نکنن. خوب وقتی که زندگیش نمیگذارد، شوهرش کم بغل است، برای یاردمی در زندگی میلش کار کنه، اما کاری به خودش مناسب کند. کارهای زنانه هم هست، کند همون کارا، عیبش نیست، لیکن با آداب اسلامی، با روی مال، با کرتی آستیندار برات کار کند. بازار میشیند، در دکان کار میلش کار کند، روی مال بندد پیش برکش محکم، خلط پوشد تا آستینش تا بندی دستش محکم، میلش کار کند. خدا این اجازت داد، پیغمبر این اجازت داد است. ان الله قد اذن لكم ان تخرجن لحوائجكن. رسول اکرم داد شما خواهرها به خاطر ضرورت تا در مختصر هم است. ملاهای مختصر خان هم میدانند که حتی زن در حالت عده اگر از جای نفقه میرسیدگیش نباشه میتونه و تخرج فی الملوین خاشه بخاروز برات کار کنه به خاطر نفقهش. لیکن خواهرای عزیز، وظیفه شما شوهربانی کردن است، وظیفه شما خانه شوهر تازه نگه داشتن است، وظیفه شما شوهراتان دوست داشتن است، فرزند تربیت کردن است. نگهدار رئیس جمهور در کدام و آخری با زنها هشتم مرد بود. من گاگا تلویزیون یکی حوصله ببینید تماشا میکنم، برای بعضی گپ‌ها رو ببینید شما دگم واقعی. شما تلویزیون تماشا میکنید فقط سورک چی نوپگدی رو تماشا کنید چی اینا را یک عبرت نمیگیری از وای. تلویزیون آدم به چشم عبرت نگاه میکنه که وی بعضی اصلاحاش کمبودیاش اصلاح کنه، بعضی سخنهای فایده آورش حکمت گیره، درس عبرت گیره، برای تماشا میکنه. کسی از زنها از زل پرسید که نمیشه و همسرتان ینگر رئیس زنهای تاجیکستان کنید یا خانم ها رو سردارش که رئیس جناب علی گفتن برای همسری من از این خدمت بزرگ نیست که همسری من است، من تربیت میکند، من غذا ما تامین میکند، بچه ها ما تامین میکند. از این وظیفه بزرگ برای وی نیست. این جوان مردی است.